الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقال في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية. وقال تعالى في شأن حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یا درود با آواز بلند به روح پرفتوح جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سرور کونین دیم بدید خالصانه. مروی چیزی که در میان مسلمانان کم ترتا پیروی از قرآن کریم، رجوع الی الله و اتباع سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. مروی چی عشق، عشق واقعی، عشق و محبتی که یاران جان نثار رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به خدا و رسول خدا و قرآن کریم و عظیم هستد، چند درصد شاید هم از عشق در میان ما وجود نداری تو نیست. هر وقتی که عشق خدا، محبت خدا، عشق به دین، محبت به قرآن و دین مبین اسلام
در می قلبان تو که بیاید، ما هم بعد از 1400 سال و اندی ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر یاران نامدار و جانثاران رسول صلی الله علیه و سلم قرار گیریم. قرآن هما قرآنه، دستورات خدا، احکام الهی و دستورات جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همایا کماکان وتی جاگاه هستند تو و آنچه که کم مروی چی در میان ما آ عشق، آ محبت، آ علاقه به دین، به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما باید تا این وقت و تا این لحظه یه مسجد باید پر ببیته و پر بگیبته، جا همه بیته. بله مروی چی ما را محبت دنیایا، محبت پول و مالا، سرمایه اندوزیا و محبت غیر الله و محبتهای دیگر چنان غرق و مست و مخمور کتا که ما به ارزشهای دینی، به ارزشهای قرآنی و به فرامین و دستورات قرآنی چندان اعتنای و توجه نکنیم. بیای عشق از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، از جان نثاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیاین در مکتب جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درس بندگی خدا، درس دین، درس اطاعت، بیاین ادا زانوی تلمس بجنه و یاد بگیره. مختصر فقط یک دو آیه در رابطه با مقام اصحاب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کنید بید که شاید خطیب و خطبا در رابطه با این موضوع در این دور و زمانگاه باز توجه مکنه، لیکن استاد گرامی، مرشد بسیار عزیز و ارجمند، علامه زمان جناب مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله تعالی علیه فرمایند همیشه باید یاد از صحابه کنک ببید، از جان نثاری صحابه، از اطاعت صحابه، از رجوع صحابه به سوی الله، به قرآن و به سنت های جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، از عشق صحابه، از ولوله صحابه، از جان نثاری و جان فدایی صحابه به قرآن و به اسلام و به دین و به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باید گاه گاهی ذکری به میان بیاید، مخصوصا در کشور اسلامی ایران، در سرزمین ایران، در کشور اسلامی ایران تو که باید هر از چندگاهی در رابطه با مقام والای صحابه، مقام شامخ صحابه ذکری تذکری ببی که عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. در هر ملک و هر کشور و هر بلاد و هر سرزمین از دنیا که بغض صحابه در کشور و در شهر توکا، در مکاتب توکا تعلیم دیگه در کشور فرضه یا واجبه که در رابطه با مقام صحابه، مقام یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم شمعی مختصرا گوشک ببی و مسلمان آگاه کنک بگو. اهل سنت والجماعت باید آگاه ببی که بدون از محبت صحابه
بقول استاد گرامی جناب مولانا ابراهیم دامنی رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه واجه فرمایند ایمان منهای ایمان صحابه مردوده از کفر و از ضلالت. محبت صحابه ای مسلمان اگر تی وجود تو کار نیسته برو تجدید ایمان بکن. ایمان تک ضعیفه. تازه گر خواهی داشتن داغهای سینه را گاه گاهی باز خوان آن قصه پارینه را. یاد ایامی که ما یاران رسول را داشتیم، یاد ایامی که ما جان نثاران رسول هاشمی را داشتیم، یاد ایامی که ما صدیق اکبر را داشتیم، یاد ایامی که ما فاروق اعظم را داشتیم. فاتح ایران سالها آتش پرست بودیم ما ایرانیان، سوی اسلام از مجوسیت کشیده ما را عمر. فاتح مصر و شام و روم و ایران بوده عمر. عمر شخصیتی یکی از اختران تابناک آسمان نبوت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمند ای عمر بن خطاب، راه و کوچه‌ای که تروه راه و کوچه شیطان ویل کن. اگر تا کوچه سرا ببه شیطان ای سرا کوچه ویل که وقتی که ترا بگیندی. بله شیاطین انس و جنسا درستا چه عمر فاروق خوف ها. چرا؟ چون عمر الفاروق بیتا، جدا کننده حق از باطل بیتا. عمر حقی پجاه او، عمر حقی از رسول الله صلی الله علیه وسلم یادگه. عمر معرفت حق هسته. از این نظر هر باطل چه حق حراس و ترس هسته. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی ارشاد فرمایند که نه تنها در زمان جناب حضرت فاروق اعظم منافقین و کفار و ضعیف الایمان از حضرت عمر ترسته، الان بعد از 1000 سال و اندی هم شیاطین انس، منافقین و غیر مسلمان و کفار چه عمر تا حقیقت هم اندیش هستی. عمر به جای وقت چه عمر قبر هم ترس و تکانش هسته. در حالی که عمر از همه خاکی پیدا بیتا که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و فاروق و حضرت ابوبکر صدیق از خاک خمیره پیدا بیتا. منها خلقناکم، منها خلقناکم. الله فرمایند به گواهی قرآن از همه خاکی که ما شما را پیدا کتا پدا ما شما را به همه خاکا برگردینه. حضرت ابوبکر و حضرت عمر فاروق به کجا خاکا برگشتن؟ آیان قبر و آیان روضه مبارک کجای؟ آیان مرقد کجای؟ حجره عایشه صدیقه، همه حجره که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا آرام فرمای. پس معلوم بی از همه خاکی که از همه جایگاه و همه نقطه و سرزمینی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خاک بیتا چه همه خاکا ابو بکر و عمر پیدا بیتگن. به همین خاطر به همه خاکا برگشتن. منها نخرجکم تارة اخرى منها خلقناکم و فیها نعیدکم. از همین خاکی که ما شما را پیدا کتا پدا به همه خاکا شما را برگردینه. و منها نخرجکم تارة اخرى، قیامت پدا از همه خاکا شما را ما اخراج کنه، خارج کنه و پدا همه خاکا شما را شر کنه و چست کنه، شما را مبعوث کنه.
ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. خوب توجه بکنه، او مسلمانان نیک شهر و اطراف و اکناف نیک شهر، رسول الله فرمایند از ما بین حجره، یعنی حجره عایشه صدیقه، از اتاق و منزلی که حضرت عایشه صدیقه و رسول الله صلی الله علیه و سلم کلبه و منزل بیتا، از همه حجره بلیگا تا منبر منیگا روضة من ریاض الجنه، تکی از جنت. حجره پیامبر خدا بجای وقت سرزمین مدینه، خاک مدینه، شهر مدینه، به خاطر وجود نازنین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به کجا مقام شامخ رسید که لحظه فضیلتان اختصاصی جزایی نه. الله تعالی بدون که آجاگاه یا آکس و شخص یک عمل نیکی انجام بده، آیا درجه بده، الله و چوتی جانب آیا به رحمت نوازش ده، به فضل و فضیلت نوازش ده و فضل و فضیلت آیا عطا فرمایید، مانند انبیاء علیهم السلام که فضل نبوت و رسالت الله تعالی تمام انبیاء بدون شک آیان درخواست بی الله تعالی داتا. یہ فضل آگوشان فضل اختصاصی، فضیلت بر دو قسم، اختصاصی و جزایی. مختصر گذرا عرض کنم من زانا وقت نیست، رند واجهان کایا، خطیب و خطبا کایا ها و آیا خلاصه دیگه هم باید وقتی یک ببند تو و از آیان وجود و از آیان خبر و آن فند و نصایح ها استفاده کنگ بی، مخصوصا از پدر بزرگوار امت شیخ الاسلام جناب مولانا عبدالحمید مد ظله العالی، الله تعالی طول عمر بدا و از گزند شیاطین انس و جنس الله تعالی آیا حفاظت بفرمایید. فضیلت بر دو قسم درس عقیده اهل سنت. ای کسی که مدعی اهل سنت بودنه، ای کسی که مدعیت سنی، خوب توجه بکن، واس بیان نصیحت آدگه واجه کنه. من فقط چند نکته عقیدتی برای شما عرض کنم، چون من خطیب نیا، چون من به آجاگاه نرسته که من شما را که همه واجه ها علماء ایدان نشتگن تو اساتید نشتگن من بگوشم من پند کنم نصیحت کنم، نه، من پا آجاها نرستگم. ولی خوب توجه بکنه او مسلمانان، خوب دقت کنه او عزیزان، وقت و فضیلت بر دو قسمه، یکی جزاییه، یکی نماز وانی قرآن تلاوت کن، ذکر کن، نیکی عمل کن، توبه کن، خلاصه اطاعت و بندگی واسه در مقابل الله تعالی آیا یک فضل و فضیلت و مقام داتی، یک فضل اختصاصیه. بدون شک که عملی بکن الله تعالی آیا یک فضل و فضیلت دا و یہ فضل الله تعالی هم به اشخاص دا، هم به افراد دا و هم به اشیاء دا. فضیلت کعبه بدون از سابقه عمل به قول مولانا شاه عبدالعزیز محدث دهلوی، فضیلت ناقه صالح، شتر صالح، فضیلت مکه، فضیلت مدینه، فضیلت حجره و مرقد جناب رسول الله و ابو بکر و عمر، فضیلت مسجد الاقصی، فضیلت حجر الاسود. اشتا سابقه عملی دی الله تعالی چوتی جانبه فضل و فضیلت داده که مسلمان آین احترام کنه، آیان احترام باید به جا بیاره و اگر چنانچه آیان بی احترامی بی حرمتی ما بکنه، فضیلت مسجد، فضیلت خانه خدا اشتا اختصاصی ویژه. همه پیما فضل صحابه بودن جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک فضیلت اختصاصیه. ابو بکر، عمر، عثمان، علی المرتضی و یاران جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که 124,000 کم و بیش آیا حساب کنه، تمامی فضل و فضیلت ها صحابه بودن اختصاصیه.
الله تعالی یا خداوند متعالی گچتان تو انتخاب فرمایندن برای دانشجو بودن در مکتب و دانشگاه امام الانبیا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. تمام یاران رسول الله انتخاب فرمایندن برای صحابه بودن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و لحظه صحابیت صحابی بعضی از اصحاب و یاران صحابیت و آیان صحابی بودن گواهی الله تعالی قرآن تو که به طور خاص و ویژه نازل فرمایند در کلام ابدی تو که در قرآن تو که در وقتی کلام تو که هر کسی گوی کتاب گوی قرآن سر بتکراینی در مقابل قرآن بیتو آی قد علم بکن گوشتی در مقابل قرآن چنان خرد و خمیر و پاش بی به زغال آیا اسلام تو که داره مسلمان تو که آیا هیچ ارزشی نبی تو اکفر الکافرین قراری. اذ یقول لصاحبه صحابه بودن ابو بکر با گواهی یه آیه اذ یقول لصاحبه وقت نی من گذرا گوشگم هی در انجمن خود راه ندهید انجمنی را که افسرده دل افسرده کنند انجمنی را یک دل و خیلی آرزو دل به کجا دهم تن همه داغدار شد پنبه کجا نهم. او مسلمان باید ابو بکر را دوست بداره، او مسلمان باید عمر فاروق را دوست بداره، او پیرو قرآن ای کسی که ترا ادعای پیروی خدا و رسول خدا هسته باید یاران نامدار جناب رسول الله دوست بداره، محبتت ببی باید آیان دعای خیر بکنه همه فهمی که الله ما را دستور داده، باید برای آیان دعای مغفرت بکنه، باید برای آیان دعای خیر بکنه و آیان به خیر و به نیکی یاد بکنه. نباید آیان بدوی راه بگوشید، نباید آیان تنقیص بکنه، نباید آیان کم و جهل حساب بکنه. اصحاب محمد مصطفی تمام صحابه همه ادنا فرد صحابه ادنا ترین صحابه بعد از انبیاء علیهم السلام مقام صحابه به طور کلی پدر از میان وقت آیان اولین ابو بکر صدیق، دومین فاروق اعظم، سومین عثمان ذوالنورین و بعد علی المرتضی و غیره. لحاظا فقط آنچه که من یادداشت لحظه حدیث و لحظه آیات آیان وانک هم نبیتن تو گوشک هم نبیتن. اگر خدا فرصتی بدا انشاءالله ما شما وام داره اگر فرصت برسی انشاءالله تعالی در رابطه به مثلا باید گشتر و واضحتر بیان کنیم. ولی همین چه باید بزانه که او مسلمان اگر لوتا ایمانت پش بکپی، اگر لوتا ترا مسلمان بگوشه، اگر تا لوتا خدا و رسول برا مسلمان ببه باید صحابه دوست بداره، نباید آن لعنت بکنه، نباید آن بدو بی راه بگوشه. پیغمبر فرمایند من صحابه کم که بدی مگوشه لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. و شما رندگی مردم اگر به اندازه کوه احد طلا بده طلا او مروچی مسلمانا اگر په دل صدق طلا بده شما تمام. اگر شیخ الاسلام پیمی شخصیتا مسلمانا خالص و مخلصی مسلمان اگر طلا بدیم به اندازه کوه احد باز هم همی پیمی شخصیتانی همه اطلاعها به یک من دو من جو گندمی که در راه خدا داتگش نرسن با اخلاصی که آیان داته و با مقامی که الله تعالی داتگن. موضوع سکه موضوع مهمی خلاصه وقت نیست، وقت تمام انشاءالله تعالی و انشاءالله تعالی اگر ما را واقعا محبت به رسول الله ما باید رسول الله صلی الله علیه وسلم و ای صحابه دوست بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.